کو میکنی؟ من در تلویزیون کار میزنم. خیلی بیشی همونجا کو سر میکنی بیشی. همونجا بشینم. اخبار گفت. پول تو اینمونم. السلام علیکم تماشاگران عزتمند. اینک برنامه اطلاعاتی اخبار است رسانه‌ای توسط به شما میستر کلی. هفته پیش در شهر دوشنبه در چشمون کرده در نزدیکی NVD دو دوست را دستگیر کردند. صدراعظم نجمی و بهرام غفوری ساعت 12 شب به نیت غارتگری از خانه بیرون شده به خانه عبیدالله سعدلو حمله کردند. عبیدالله سعدلو در حالت مست خواب بوده. از کاسه عبیدالله سعدلو 180 درم، از درون شوفانیر عبیدالله سعدلو چیزهای قیمت بها، دو فیلم میکا، دو پرکالو، دو پچکه چای، دو پرنسکی و دو ترکانی خونه را زیر کرده گریختند. از این کارها سردار گروه میلیسیا حسن چیلا خبر شده با کارگردان کربسه جمهوری تاجیکستان خبر داده. کارگردان کربسه جمهوری تاجیکستان دولتمند خال کرکیبک پرده قاسم از این کارها خبر شده. هرچین غارتگرها را دستگیر کرده و درون کاخ برباد بردن. صدراعظم نجمی و بهرام غفوری به درون کاخ برباد برده. صدراعظم نجمیدین زدن تا با قدم خدا و اس میکنی. ای رو تسیا کدامی ژورنالیست دروغ میگه؟ تو در تلویزیون گپ زده استی تو رو تمام جهان تماشا میکنه. تو دروغ میگی؟ تو رو خلق میدونه چیکار میکنه؟ سنگ شپت میکنه. نخواد ژورنالیست دروغ بگه. چه نرو بزنی؟ تو فالبینی دروغ گفته استی.